جواد ظریف و دولت تفنگدار. اخیراً فایل صوتی محمد جواد ظریف سرخط تقریباً تمامی خبرهای مربوط به ایران شده است. در این فایل جواد ظریف از ارتباط قاسم سلیمانی با مقامات روسی پرده برداشته و گفته است که سلیمانی با هماهنگی و دستور ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف در سوریه حاضر می شده و تلاش داشته است تا توافق هسته‌ای را برهم بزند و اجازه ندهد تا ایران به غرب نزدیک شود. فارغ از صحت و سقم این مطالب، بر همگان آشکار است که دولت در ایران صرفاً یک تدارکاتچی بوده و همه قدرت در دست نیروی سپاه است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. سازمانی که اکنون عملاً از پشت پرده خارج شده و سرداران خود را به عرصه انتخابات گسیل کرده است. انتخاباتی که هر دو جریان عمده درون نظام وحشت آن را دارند که با شکست در برابر رقیب جناح آنها دیگر نتواند در امور کلان مدیریتی ایران مشارکت داشته باشد. لذا نیروهای درون نظام سعی در حذف یکدیگر دارند و آنچه که آشکار است این است که احتمالاً جریان اصلاح طلب به دلیل وضعیت اقتصادی موجود خود را بازنده تحولات اخیر می‌داند. به همین سبب جواد ظریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اصلی ترین مانع دیپلماسی وزارت خارجه معرفی کرده است. لذا احتمال آن وجود دارد که این مصاحبه با دستور حسن روحانی انجام شده باشد تا شاید برای پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری مؤثر واقع شود. باید منتظر ماند و دید که این جدال قدرت در ایران چطور این نظام را همانند اتحاد جماهیر شوروی در معرض فروپاشی و تجزیه قرار خواهد داد.